برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس را نجات دادی، تو زندگی ما را نجات دادی. برویم. مرد خوبی است. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که اشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لابان به دادمان نرسیده بود هر دویمان را میسوزاندند. فارس به خاطر نجات جانش باید اشتار پرستی را رها کرده یکتا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یکتا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا، چیزی نمانده. سال هاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. درود بر سردان و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد اشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس‌های سرد و سنگی معبد اشتار باران میبارد؟ کفرگویی‌های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خویشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس‌های سرد و ضعیف را می‌پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خویش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمی‌بخشید؟ اشتار بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن وزن فرزندش نیز سخن گفت، اما من چیزی نشنیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب داشت نیست و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. حال با او چه کنیم؟ تو لابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچی زودتر لابان را به اینجا بخوانید.
عالی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب، فرمایید. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید. با من بیا. ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شعبان. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخگو نیستم. او بر علیه خدایان این سخن هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخگویی ندارید چرا مزاحم من میشوید؟ خدای خدایان ایشتار بزرگ خشمگین است. من وقتی میبینم خوشسالی یا مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینم. منتظر باشید. کاهن بزرگ را خبر. ایشتار را به خشم آوردند. ایشتار کفر اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشتار را به خشم آورده است. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات می شود. ایشتار بزرگ قربانی می طلبد. لابان، چرا مانع کفرگویی خواهرزادت یعقوب نمیشوی؟ مسئول ایمان مردم شما هستید. پاسخش را بدهید. من فرماندارم نه کاهن. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قحطی همه فدان را فرا خواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است. از آن رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می‌داشت، اما اکنون ابراز می‌دارد. فاش در ملأ عام به ایشتار اهانت می‌کند. باید او را وادار به سکوت نمایی. باید؟ آره باید. فکر میکنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس میدانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است. بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شوند. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده‌ام را تهدید کند تمام خاندانش را به آتش خواهم کشید. طوله‌ای که قبل از پدر مادرش باز کند زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش. این بار می بخشمد، بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود، یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدی. سلام پدر، چه عجب.
بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دستبردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می‌دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی‌کند. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می‌خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید. اصلاً خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می‌کنید پدر. آنها همین تبلیغ را نیز بر نمی‌تابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا به دین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهیم کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ می کند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله قابله را خبر کن. کمک کنید. فارس؟ بله عالی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید! برخیزید! برخیز شمعون! برخیز! جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شما ها گله را بیاورید.